دسامبر 1831 کشتی بیگل با گروهی از افراد انگلستان را ترک کرد. مأموریت این کشتی شناسایی و نقشه‌برداری جغرافیای جنوبی کره زمین بود. در این کشتی جوان 22 ساله‌ای وجود داشت که 20 سال بعد با منطق صحیح و حجم عظیمی از شواهد محکم توانست جهانی را دگرگون کند. 3, 2, 1 در واقع پیشنهاد انقلابی داروین ریشه تو کارهای دیگران داره که قبل از اون بودن. به طور خلاصه بخوام بگم داستان از اونجایی شروع شد که زمین‌شناسا اومدن لایه‌های رسوبی دارای فسیل رو بررسی کردن. بعد یهو دیدن که فسیل‌های لایه‌های قدیمی‌تر با لایه‌های جدید و گونه‌های امروزی یه سری تفاوتایی داره. مطالعه که کردن دیدن که هرچی لایه قدیمی‌تر باشه تفاوت بیشتر با نمونه‌های امروزی داره. خلاصه که توضیح دادن که یه سری رویدادهای اتفاقی باعث این تفاوت‌ها شده. یعنی مثلا سیل اومده یا خشکسالی اومده و یه سری گونه‌ها ناپدید شدن. گونه جدید مثلا یهو سر از یه جایی در برده و این گونه اینو توضیح دادن. این وسط یه سری از دانشمندا اومدن گفتن که تغییرات در اصل حاصل فرآیندهای آهسته اما مداومه. مثلا دره‌ها توسط رودخونه‌هایی که از صخره جریان داشتن ایجاد شدن و خب طبیعتا زمان زیادی نیازه که یه رودخونه که از صخره جاری دره رو ایجاد کنه. اتفاقات زیادی افتاد تا رسید به یه زمینشناس زمان داروین که اصل یک نواختی رو مطرح کرد. طبق اصل یک نواختی مکانیزم‌های تغییر در طول زمان ثابت و یک نواخته. واسه که اینا رو داروین تاثیر گذاشت و داروین پذیرفت. بعدا اومد با خودش گفت که خب اگه این تو زمین‌شناسی صادقه چرا راجع به موجودات صادق نباشه؟ داروین استدلال کرد که احتمالاً فرآیندهای آهسته مشابهی میتونه رو جانداران زنده اثر بذاره و یه سری تغییرات اساسی ایجاد کنه. تو طول قرن 18 پدر بزرگ داروین که اونم یه طبیعی‌دان بوده، یعنی همون زیستشناس، و حالا بقیه زیستشناسای دیگه پیشنهاد دادن که شکل‌گیری حیات نتیجه تغییرات محیطیه. تا پایان قرن 19 باور عمومی بر ثبات گونه‌ها بود، یعنی کلاً همه گونه‌ها از ابتدای خلقت تا کنون همین جوری بودن. تا اینکه داروین به دنیا اومد و بزرگ شد و حدوداً 20 سالش شد. داروین که بود و چه کرد؟ وی در خانواده فرهیخته چشم به جهان گشود. پدر بزرگش زیستشناس بود، پدرش اما پزشک بود، دوست داشت که داروین هم پزشک بشه. کلمه اِوولوشن رو جالبه بدونید که پدر بزرگ داروین مطرح کرد، نه خود داروین. پدر داروین تمایل داشت که حالا داروین هم بره سمت پزشکی و دوست نداشت که مثل باباش یعنی پدر بزرگش بیولوژیست بشه و بچه رو فرستاد مدرسه پزشکی. ولی خب که اون موقع مثلا یه خورده پزشکی هم به روحیات این بچه نمیخورده، مثلا عملهای جراحی بدون بیهوشی انجام میدادن. خلاصه که این داداشمون داروین مدرسه رو ول میکنه، میره دانشگاه کمبریج تا کشیش بشه. حالا چرا؟ چون که اون موقع بیشتر علوم در دسترس کشیشا بوده و میره اونجا الهیات میخونه. استاد گیاهشناسی داروین رو به ناخدا رابرت فیزوری معرفی میکنه و حالا فیزوری هم داروین رو تو کشتیش میپذیره تا اون رو همراهی کنه، با هم برن سفر و این سفر حدوداً 5 سال طول میکشه. 5 سال بعد برمیگردن انگلیس. داروین به یه سری کشفیات جذاب میرسه، ولی خب از ترس اینکه بقیه حالا باش مخالفت کنن و قبولش نکنن و فلان و اینا تا 10 سال بعد کتاب یافته‌های خودش رو منتشر نمیکنه تا اینکه یه نفر دیگه از یه جای دیگه دنیا اونم باز به همین نتیجه میرسه، یافته‌اشو میفرسته واسه داروین. بعد دیگه داروین میگه خب بیا مقاله‌تو منتشر کن، اون مقاله‌شو منتشر میکنه. بعد داروین هم یه سری از مقاله‌های چاپ نشده خودش رو منتشر میکنه. بعد یه سال بعدم کتابشو هی پر از شواهد
شواهد خیلی زیاد جمع‌آوری میکنه که دیگه دستش پر باشه. کتاب رو منتشر میکنه، کلی آدم متقاعد میکنه. گفتیم که کشتی مأموریت داشته که نقشه برداری کنه از جنوب کره زمین، بیشتر حالا آمریکای جنوبی و استرالیا. اول میرسن تا آمریکای جنوبی و تو این سفر داروین مشغول جمع‌آوری انواع گونه‌های گیاهی و جانوری آمریکای جنوبی میشه. داروین وقتی تو سواحل آمریکای جنوبی بودن وقت خودش رو به جمع‌آوری گیاهان و جانوران مختلف میگذرون و جانوران و گیاهان زیادی رو دید که شباهت‌های و تفاوت‌هایی با زیستگاه‌های خودشون داشتن. علاوه بر اون یه اتفاق جالب براش افتاد. وقتی که تو سواحل شیلی بود یه زمین لرزه اتفاق افتاد و داروین مشاهده کرد که مرز ساحلی بعد از زمین لرزه ارتفاعش چندین فوت افزایش پیدا کرد. بعدن که یه سری سنگباره یعنی همون فسیل از جانوران اقیانوسی رو توی کوههای آند پیدا کرد، اینجوری تفسیر کرد که یه سری اتفاقات مشابه همون زمین لرزه‌ای که تو شیلی اتفاق افتاده بود و باعث افزایش ارتفاع خط مرزی ساحل شده بود واسه همین کوههای آندم افتاده و اینجوریه که اون فسیلای جانوران اقیانوسی اون بالا مالاها پیدا شد. و اینکه شواهد فیزیکی از دیدگاه سنتی درباره عدم تغییر زمین با عمر تنها چند هزار سال حمایت نمی‌کرد. بعدا که داروین اینا رفتن جزایر گالاپاگوس، داروین به پراکنش گونه‌ها بیشتر توجه کرد. گالاپاگوس یه سری مجمع و جزایر آتشفشانی با سن زمین‌شناسی کمه. یه سری جانور غیر معمول اونجا دید و شگفت زده شد. بین پرنده‌هایی که از گالاپاگوس جمع‌آوری کرده بود، یه سری فنچ‌ها پیدا کرده بود که شباهت‌های زیادی به هم دیگه داشتن در صورتی که از گونه‌های متفاوتی بودن و بعضی‌هاشون منحصر به یه جزیره خاص بودن، در حالی که بقیه تو 2 یا چند جزیره پراکندگی داشتن. داروین بعدا فهمید که سازش با محیط و پیدایش گونه جدید با هم رابطه دارن. سازگاری یعنی یه سری ویژگی هایی که احتمال بقا توی محیط معین افزایش میده. حالا آیا ممکنه یه گونه جدید به کمک سازش های تدریجی که همجور رو هم سازش پیدا میکنن با محیط جدید از گونه های اجدادی خودش جدا بشه و یه گونه جدید ایجاد کنه؟ خیلی سال بعد از سفر داروین دانشمندا فهمیدن که این اتفاق واقعا برای فنچ‌های گالاپاگوس افتاده بود و منقار و رفتار این فنچ‌ها با انواع خاص غذاهای این جزایر و محل سکونتشون سازش پیدا کرده بود. برای درک فرگشت باید توضیحی برای این سازش داشته باشیم که دقیقاً اهمیت داروین در بیان این موضوعه. حالا توضیحی که داروین برای این سازش بیان میکنه انتخاب طبیعی منتقل بشه به نسل بعدی وجود نداشت. بیماری مقاوم شد نسبت به اون دوز بالای آنتی بیوتیک. چی شد که هی دوز اینا میبردن بالاتر و با همون دوز ثابت بیماری درمان نمیشد.